الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. جناب محترم میشنوی؟ چی حال داری؟ صحت خوب است؟ شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ انشالله خانواده خوب است، دوستان عزیزان همه کسانی که مقیم اونجا هستن همه خوبن انشالله. جنرال صاحب محترم، خدا را هزار با شکر که امروز شما به تماس شدم. لطفاً برای من بگویید که موقعیتون در کجاست و در مورد وضعیت که تبلیغات دشمن در رسانه ها بسیار زیاد است برای ما امیر توضیح بده. موقعیت ما در کوی آبدره است. کوی آبدره را اگر دیده باشیم موقعیت در همونجا هست. دشمن دیروز تحرکات بسیار زیاد داشت. تمام قطعات دشمن با گروپ های بدری و ازبک ها، هزاره البته در این ازبک ها، تاجیک های بدخشان و سرکردگی فصیح الدین که امروز در پنشیر به دفتر اعمالش رسید حمله کرده بودند، بسیار به قوای ضربتی که شامل توپ است و تانک است و نفربر است و دادسون و موشکاندازها و پیکا و راکت و سلاح‌های نظامی مجهز هستند تا دندان با تانک‌های آمریکایی حمله کردن. اینها تا قسمت تاواخ آمدن. در قسمت تاواخ مبارزین و مقاومتگرا برهبری احمد مسعود و فرمانده جنگ و رهبری جنرال بهلول بهیج در این قسمت صد راهشان واقع شد. از قسمت شمال بچهای تاواخ و از قسمت جنوب قرارگاه آبدره اینا را به زیر آتش گرفت. مقاومتگرا از چهار طرف عملیات بالایشان شروع کردند و اینها در همین قسمت تار مار شدند. تبلیغات دشمنی است که ما دشتک گرفتیم، خانه دکتر عبدالله را گرفتیم و روخه را گرفتیم و ولایت گرفتیم و از ولایت گذاشتیم در بازار هستیم وصل میشیم و بالا. کلن دروغ است. مقاومتگرا همه در مواضع خود هستند که منتظر دست به ماشه و منتظر یک جنگ تمام عیار. اینها اگر تمام مردم مطلع باشند، اگر اینها خانه دکتر عبدالله را بگیرن و روخه را بگیرن و ولایت بگیرن و تمام رسانه ها در دستشون است. رسانه پاکستان در دست یاز، رسانه قطر در دست ایناست و تمام رسانه ها در دست اینا هست. اینا همون لحظه فیلم برداری میکنن و لایف نشان میدن که ما در همین قسمت رسیدیم. جنگ تبلیغات است. جنگ آیسای است. فعلا رئیس آیسا هم کابل آمده که قدرت تقسیم کنه. جنگ بین ملا برادر و غلجایی ها و دروغانی ها صورت گرفت که ملا برادر هم زخمی است. به پاکستان شاید برده باشندش. از 40 نفر در بینشان به خاطر تقسیم قدرت کشته شد. شما شاید مطلع باشید. رئیس آیسا آمده که منجگری کند. کل گپ‌هایی که درباره همین که ما پنشیر فتح کردیم دروغ است. جنگ تبلیغاتی هست و امیر اطلاع رسانی به تمام برادرها بکنید. دیگر در قسمت بالا، در قسمت خاواک اونجا یک قوایشان بند مونده و تانکاشان تسلیم مقاومتگرا شده، ولی یک چند تانک پاکستانی ها بودن بسیار سراسیمه مردم در بازار خنچ یا زیر تیر کردن و به مردم به رگبار بستن. دیگه سوال اینجا شاید به شما خلق شود که اگر طالبا به پنشیر نرفتین پس عبدالودود، جنرال عبدالودود، خواهرزاده عامر صاحب و خواهرزاده دکتر عبدالله دشتی چطور شهید شده؟ اینا را تیرای بی پیلوت و هلیکوپترهای پاکستانی یا را زدن، کردی نکردن، زدن مرکز رسانه‌ای را و در ضمن شب تا صبح سر مقاومتگران آتشباری و بمبارد از طرف پاکستانی ها بود. این بود گزارش همین لحظه جبهه پنشیر باشه. تشکر جناب.